سربازان جسور و بریدمنان غیور و وطن پرست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خدمت خلق خدا، به خدمت نظام، به خدمت عساکر ما که باعث اولاد ما اینجا زندگی میکنن، فقط در خدمت شما هستیم تا شما فنون نظامی را یاد بگیرین و برین به خاطر دفاع از نوامیس ملی، منافع ملی، منابع ملی کشور حمایت بکنین و برای مادر وطن، پدر وطن ارمغان صلح و ثبات با خود داشته باشید. اونموی پیام مادر برای شما نوشته است. مادر دست به دعا کرده، برو فرزندم، برو فرزندم، آرمان ما که تا حال لولو می گفت مال جوان شدی، برو عفت و عزت ما را حفظ بکن که اجنبی ها بالای تجاوز نکنن، بالای خاکتان تجاوز نکنن، بالای حیثیت و وقار خواهران و مادرانتان تجاوز نکنن. اونجا هم براتون نوشته است خدا وطن وظیفه. هر آنانی که آنانی که واقعا برای خداوند برابر باشد، کتاب خداوند قرآن عظیمشان ایمان آورده باشد، بدون شک راه خدا و قرآن خدا تاکید میکنه. قرآنی که ما داریم، کتاب آسمانی که ما داریم، راهنمای مسلمین، مخصوصا مسلمینی که در کشور ما زیست میکنن، فقط علم ماست، قبله ماست، قرآن ماست. امیدوار هستیم که با خواسته های قرآن خود استوار باشیم، آنچه که قرآن ما میخواهد او را در عملی بکنیم و آنچه که سوگند ما میخواهد. شما که به خیر و فراغتتان یک هفته مانده باشد، دست به کتاب آسمانیتان میمانید. سوگند یاد میکنیم که من فرزند وفادار مردم افغانستان در نخستین روزهای شمولیت به اردوی ملی رسما به تو قرآن سوگند یاد میکنیم که به تمام قوانین کشور وفادار بوده، از امر آمرین اطاعت نموده، علیه دشمنان وطن تا یک قطره خون در وجود ما احساس شود ریغ نورزیده دشمنان وطن مهار میسازد. از نوامیس ملی، استقلال، منافع و منابع ملی وطن دفاع و حراست می نمایند. هرگاه دقت بکنه، هرگاه خلاف سوگند یاد کرده خود عمل بکنه تو قرآن ما را به کمر بزن. هر آنانی که به سوگند خود وفادار نباشند، قرآن از نشان او را اوگار میکنند. امیدوار هستیم که اینی گپ هم به یاد شما باشد. آن گپای از کی را با شما میخواهیم مطرح بکنیم. شما چرا به نظام پیوستید؟ جواب: شما قانون اساسی و ندای مادر را درک کرده بود. از حالت طفولیت به جوانی آمده. زمانی که جوان شدین وطن سر شما حق دارد تا از منافع ملی وطن دفاع بکنید. آفرین به شرف شما، آفرین به شیر شما و صد آفرین به پدر و مادر شما که شما را تشویق قضی ساختن تا برین در نیروهای مسلح صفوف اردوی ملی خدمت داوطلبانه خود انجام. یک نقطه را فراموش نکنید. تکرار میکنید، این حرف ما را فراموش نکنید که شما را هیچ کس به زور و جبر و تادا نآورده. همه شما داوطلب آمده. فرمان داوطلبتان اینجا پیش ما مواصلت هستید. وکیل گذر، اولسوال، غیره و ذالک شما را هم ضمانت کرد. پس رفتن از این سطح که داوطلب آمده باشید و پس پشت سر خود دور میکنید، نظام اعلام میکنید، این نامردی است که به تاریخ باز این جبران کردن نمید. اگر چی در اینجا باشیم، چی در قلوبهای صحابی باشیم، این نقطه را جدی توجه بکنیم که پشت خود به تصمیم خود دور نده، روی خود دور بده، به تصمیم خود عاقلانه بسنجید و تا آخرین لحظه رمق زندگی
تا زمانی که قراردادهای بعدیتان تکمیل می شود اوشکو که صف اردوی ملی را خطانتی و غیرحاضر خودسر و فرار از قطعه نکند که یک نام نامرد، یک نام بی‌غیرت، یک نام بی‌همت به پیشانی ما باز تصویر میکشد. شما که اینجا آمدن واقعا رفیق وطن بودین، دوست و ملګری دی وطن و دامو احساس کړی و چې دی وطن ته یو ملګری پکار دی، یو پیاوړی ورته پکار دی، یو سرتیری ورته پکار دی، هغه څوک ورته پکار دی چې سر یې په ورغوي کې وطن د نوامیس ملي په خاطر باندې ساتلی دی، د وینې د قطرې څخه ترس و هراس نه لري، د وطن د ساتنې په خاطر باندې منډه رااخیستې. دا نیک نوم هر څوک نشي کمایي کولی. دا نیکه نکته هر بزدل و هر جبون نشي کولی چې ځان دپاره یې کمایي کړي. دا هغه ځوانان کوي چې اوس زما په مخه کې د 15 تنو په کسو په ګډون باندې حضور لري. یو ځل بیا د تاسو نه مننه، ستاسو د پلار او مور نه مننه، ستاسو د احساس نه مننه. زه په دې آرزو و ارمان باندې یم چې دغه خپل احساس نه تر آخرین معراجه پورې چې په دې وطن کې نور نه د القاعده، نه د طالب، نه د داعش، نه د این و آن په نامه باندې میل زموږ د حاکمیت خاطر، زموږ د خلقو خاطر، زموږ د سولې ثبات خاطر ته وړاندې شي او سنګر د جبهې د مخالف وجود ولري. په دې وطن کې همین سرباز چرا میگه؟ همین سین چه مانا، ری چه مانا، بی چه مانا، الف چه مانا، زی چه مانا، اینو باید بدانه. سرباز سینش سرسپرده، عاشق وطن، عاشق صلح و ثبات، عاشق خدمت به خلق خدا، سر سپرده، سر ورکوونکی، سرتیره. سین مانای دا مانا ورکه. ب باتور، زړور، هیبتناک، په دشمن باندې حمله ور وکړه، لاس پکې ورته وځه که دشمن باید په خپله موضع کې پیکا خوشي کړي، شاته وتښتي او که مړ ورته ورشي په سینه دې وي، ته لاس ورته پورته کړه، امشازن پې ور پورته کړه چې دا یې موضع خوشي کوي که نه خوشي. باید زما هر سرتیری د دې اردو باتور وي، باتور، زړور، هیبتناک، له قوارې څخه دشمن باید وډار شي او لکه چې په شرق کې لوند کړي دې ته باتور وایي. دا د ب نقطه ده. ر رفیق وطن، دوست وطن، دوست صلح و ثبات، دوست رفیق همسنگر خود، دوست سنگر عدالت. الف ایمان داشته باشه، ایماندار باشه، 5 وقت نماز بخونه، راه خدا و قرآن را تعقیب بکنه، راه عسکریت خدا، راه سوگند عسکریت خدا تعقیب بکنه. زمریالی، زمریالی یعنی نمیالی، زنور، د چا څخه هراس په معربه کې ونه لري. د دشمن قوت دېرش، زما درې په دېرشو باندې باید ورشي. دې ته زمریالی وایي. هر هغه څوک چې په دې امید باندې راغلی دی، عسکرۍ ته، خدمت ته، وجیبې ته، دین ته او دغه نقاطو ته توجه شي، پروردګار عالم د هغې کلک ملګری دی. په سره اور کې دی سات. دلته ځوانان شته د باډیګارډان،
پس رو ور که خدای ساتلی ده هری و سلویخت نزیاد داعش و القاعده وشتلی هری و ده یو عالم خلق خطب مختلف دشمنان خسته را طوله کردی البته فرقه که به استخاراتو که عوضان دیدی ولی دوی خپل دنده تا صادق و دوی خپل واجبی او دن تا صادق و پروردگار عالم پس رو ورکی ساتلی پس رو ورکی او پیروزی هم ورطا نصیب کردی تاسو هم باید طول هم دغست درېمه خبره خدمت وطن ته زمون تاسو دینی واجبه ده خدمت وطن ته زمون تاسو دینی واجبه ده قرآن را ویلي دي قرآن را ویلي دي چې امانت وطن څخه صیانت وکړي امانت وطن نگهداری بکنید صیانت بکنید امانت نگهداری بکنید بسپارشان به اهلشان اهلش کی است خلق وطن ملت مظلوم افغان دیدن که مزدور کس شود افغان مزدوری را قبول میکنه افغان نوکر میشه به هیچ وجه سر باور کوم پلوی افغان بنده او که شهید شم او که شهید شم په پاک خاوره بنده نعره تکبیر الله الله سه کلمه دیگه شما که اینجا آمده ما از شما سه تقاضا داریم چند؟ یک همونطور که سلامت از پدر و مادرتان حقیقی آمدین امینجا همونطور سلامت و سلامت در حفظ امان خداوند باشین فقط اوامر درست متدهای عسکری اصول قواعد عسکری را از این قانونیتان گوش بگیرین یاد بگیرین عملی بکنین که فردا در صحنه عمل خدای ناخواسته با مشکل مواجه نشه گرفتن دتا بریدمنانی که من حیث عاملین اولتان هستند حرفشان بشنوید کمندهشان که بر اصول برابر باشد بپذیرید درسایشان جدی گوش بگیرید بدون اجازه از او جای حرکت نداشته باشند که خدای ناخواسته با مشکل مواجه هوشیار باشین بیدار باشین زیرک باشین اطاعت پذیر باشین متوجه خود باشین متوجه تجهیزات خود باشین متوجه تعلیمات مسلکی و ابتداییتان باشین و متوجه بالاخره پدر و مادر خود باشین این تو نشوین که ماش خدا بگیرین و برای حیف و میل خود بکنین پدر درخت شانده تا ثمرهش بخوره با ثمره رسیدین میوهتان باید پدرتان بچکن این که یک شانزه پولی ماشد یا مکمل شما را کلگی مشکلاتان دولت تامین میکنه این ماش از مادر و پدر اولاد و خانمتان است اینا باید کم و کاست نشوه بکسه و بچوه سر از او خریده نشوه دفاع از وطن حفظ و نگهداشت ساحه مسئولیت حفظ و نگهداشت اسلحه و تکنیک و واسطه اطاعت بدون چون و چرا از قوانین عسکری رعایت تمام موازین تعلیمی از جمله مسئولیت‌هایشان است که در طول 9 هفته باید اینجا با دقت اجرا بکنید زمانی که فارغ میشین سوگند عسکری را یاد میکنین به قطعات معارف میروین به قطعات بعدیتان میرین اونجا باز اداره و پروسیجر کاری شکل دیگه است اونجا تعلیم و تربیه به خاطر ارتقای ظرفیت میخوانین اونجا ممالکه و ممارسه را بر صلاح و وسایل اجرا میکنین اونجا بعد از 3 ماه به محاربه استخدام میشین و امیدوار هستیم که همین انداختهایی که اینجا شما 65 مرمی انداخت میکنین در اونجا مرمی دومتان به تقدیر دشمن بخوره
گپای اخیر بین خود صمیمیت داشته باشیم. یعنی باز تاکید میکنیم که بین خود صمیمی باشیم، رفاقت و دوستی داشته باشیم. هیچ کس به دردت نمیخوره غیر رفیق پالو پیده، هیچ کس به دردت نمیخوره غیر چپرکت بالا و پایین. شوق کنم مشکل سرت بیاد اونجا نه پدر است نه بچه کاکا، اینمی سرباز است که از بدخشان پایین و از لغمان بالای سر، یا اون بالا پایین به چپرکت استراحت است صدق آغوش. اگر شما به یک دیگه صمیمی و صادق نباشید خودتان به یک مشکل روبرو میشید. و یک نقطه دیگر هم متوجه باشین که وظیفه با قلولا که به خیرات مسئولین برای شما میگن، در جریان مبارزه از رفیق خود دفاع بکن. در جریان مبارزه زمریاله همین میگه از رفیق خود که زخمی شد 40 تا به تلفات بده خود زخمی رو اعلام کنید. این آوردی را که در رفیق خود نکنید. برای بسیار متانت اگر جسارت داشته باشین خداوند مواتش نگاه میکنه و زخمی در قسم میکشی میبری در شفاخانه، پروردگار عالم را نجات میده و نصیر قماندان طولای دوباره زنده میشه و میره و یک قهرمان ملی کشور میشه که چند تا رفیقایشان در جگدلک و رزکو پایین کرد. گپ اخیر زمانی که سوگند یاد کردیم، حالا شما به سوگند آماده میشید. سوگند که یاد کردیم به نقطه نقطه سوگندتان وفادار باشید. در هر عملتان خواسته های سوگند عسکری خود فراموش نکنید. او سوگند بسیار گرنگ است، او سوگند بسیار مقدس است، او سوگند قرآن از نشان کتاب آسمانی ما. و در آخرین گپ دل زنده باشین، هوشیار باشین، وفادار به نظام باشین، فنون عسکری را یاد بگیرین، جسارت و مهارت مسلکی را ارتقا بدین، دشمن نفرت داشته باشین، دشمن وطن زبون بسازین، دشمن وطن در تقتیلش حمله کنین و بالاخره به مثابه جوانان دلزنده، جوانان برنده برش کننده در جامعه خود زیست بکنین. برای شما سعادت، بهروزی، کامیابی، سلامتی از پروردگار عالم